کدوم مسعود؟ مرتضی خفه شو بابا. با چند کن خودت. مسعود جون چی گفتم من؟ خوش ببینم. عرض سلام ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم. حامد تبریزی. قراره یک اتفاق بی‌نظیر رو رخ بدیم. آقای مسعود اقوامی داره میاد اینجا، میخوام برگردم بهش بگم پشت سر من چرا حرف میزدی؟ آقا مهدی پشت سرم چرا حرف میزنه؟ علی معلمم الان داره آقا مسعود رو میاره اینجا. علی معلمم با ما همدسته. سلام، مهدی تبریزی هستم. ببخشید یادم رفت. قراره آقا مسعود رو تو مزیقه قرار بدیم، بگیم چرا پشت ما حرف میزنی؟ مدت صبرش ببینیم چقدره. تو چی قرار بدیم؟ مزیقه. با زقه. نه با زقه. چرا پشت ما حرف میزنه؟ چرا؟ ولی آقا مسعود اینجوری نیستش. زنگوله رو به صدا در بیارین. اگه لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون بره مهم نیست. زنگوله رو به صدا در بیارین تا هر وقت ما ویدیو گذاشتیم اولین نفری باشین که با خبر میشین. هر مهمونی اومد اینجا وقتش کرد. بریم که داشته باش. فکر کنم دارم میام. تغییری ایجاد نشه. خوش بودم. آقا مسعود هم شده درشتر از قبلا شده. آدم نفایسی. سلام. چکرم آقا مسعود، خیلی خوش اومدید. بنده شما. یالا خوش سلام آقا مرتضی گل. سلام. آقا بذار من خیلی شما. سلام باشم. دور رو بگردم. چکرم. سلام جان. حال شما خوبی؟ سلام آقاتی. سلام. حال شما خوب هستی؟ سلام. چطور بشه؟ خوش خوبی؟ خیلی خوش اومدید. خاک پاتم داداش. دلتنگتیم آقا. نه این برای من نیست. از جان خوبی؟ آمد خوبی؟ قربونت برم. خوش اومد. نوا نیو. چکر خوش اومد. آقا خوبی؟ مرسی. شما خوبین؟ سلامتی؟ میزونی؟ اوکی. مرسی. چه خبره؟ آقا مرتضی گل. واسه سلامت از جان خوبی؟ خبر خوبی؟ درگیری. سلامت خوش باش. اومدید. سلامت باش خوبی. آمرت شما خوبی؟ سلامت بشی. قربان شما. شما بهتر انشالله. داشتم دلتنگتیم عزیزی آقا. عزیز. چند ماهی میخواستیم بیم. شما شما سر کار بودید. خبر شما به گوش ما میرسه، لذت ما میبریم. نوکرتیم. خودتون نیستین، تاج سرین شما خودتون هم نیستین. میگن شما پشت ما همیشه لطف داریم. قربون شما برم. چای ندارین؟ چی شده؟ نه چای. چای میخوری آقا؟ نه چای نداره. چای دارم بیارم. ببینیم چای بیاری. چای بیاری. آقا زحمت نکرد. آقا فرش شما هم شما مهمون. زحمت هم با شما آقا زحمت. نه باید حرفه چیه؟ رحمتاتون با ما آقا. ما به شما زحمت بدیم. شما همیشه محبت داری. شما تاج سر آقا. باشه. کارا چطور پیش میره؟ من نیستم. شکر خدا. پیش میره. سر شما من نوکر شما. این فرد نوشیدنی شما. خنک دم کن. تاج سر. دم کنم؟ نه نداری خنک. چرا طولکی چرا؟ من نوکردم هیچی، یکم دلمون گرفته بود. شما رو هم دیدیم بیشتر دلمون گرفت. دروغ چرا؟ چند روز خیر پیش باشه. والا خیره، از شما فقط به ما خوبی و معرفت و مرام دیدیم. بزرگ مایی، من کوچیک شما نگوین. به جز ادب و احترام ما از شما چیزی ندیدیم. ما مسعود شما بزرگ مایی، ولی خب اون روز که بچه ها برگشت یه چیزی گفت، من اسمم نمیبرم، خوابوندم تو دهنش، گفتم راجع به رفیقای من صحبت نکن، آقا مسعود بزرگ منه، گفت اینطوری فلان سال. من رد دادم، گفتم به سرجون به تو نمیرسه اصلا بخوای دهن واکنی حرف بزنی.
یه ماه پیش با آقا مهدی بودیم، رفته بودیم بوتیک، پسر برگشت گفت آقا فلانه، بازم اونجا بحثم شد، گفتم چرت و پرت نگو. آره که 3 روز پیش بچه‌های قهوه خونه بودیم، 3-4 تا از بچه‌ها برگشتن گفتن آقا اینطوری دیگه آقا مسعود پشت سر حرف میزنه. کدوم مسعود؟ من؟ بله شما. هر کی حرف زد آقا مسعود زدن تو دهنش ها، ولی دیگه 1 بار 2 بار 3 بار هر کی میرسه میگه که آقا مسعود هر جا میشه پشت حرف میزنه. داشتن تو ما رو میشناسی که داشتی چی دادم؟ کیا گفته این حرفو؟ اصلا مهم نیست، فدا سر تو مهمی واسم آقا. شما بزرگی من، این بزرگواری من، نباید بدونم نوکری شما رو میکنم، ولی خب به هر حال دیگه ما با هم دیگه نشستیم، بلند شدیم، ما سر سفره شما نشستیم، نون و نمکی شما رو خوردیم، من نوکردم. و اینکه این چیز شنیدنش واقعا آدم آزرده خاطر میکنه، آدم دلچرکی میشه. گفتم هرچه بهتر که زودتر با هم نشست داشته باشیم، این حرفا رو با شما در میون بذارم، بگم همچین اتفاقی افتاده، حلش کنیم. من از من شما بدی دیدی تو روی خودم بگو، چرا میری 4 تا جای پیش 4 تا غریبه میگی آقا؟ آقا شما که دیگه ما رو میشناسیم، ما آقا مرتضی بشه شما که همیشه آقا محبت دارید به ما. کی بوده میگید؟ میشه بگید کی بوده؟ اصلا من قهوه خونه نمیرم اصلا، خودتون که میدونید من قهوه خونه نمیرم، من خودم کافه دارم. کدوم قهوه؟ قلیون میکشی بگم بزنه؟ دست شما در نکنم. ما همیشه اومدیم اینجا قلیون بود، الان نیست. من یکم اصلا هم ریخته بود، شرمنده حالا قلیونم الان میام زغال بزنم. والله چی بگم، همه جا من هر کی میرسه میگه، هر کی بگه. آقا مرتضی حالا چی بگم آقا مسعود؟ تو دیگه اخلاق ما رو میدونی که چی میگه اینا؟ تاج سری، ولی آخه حالا 1 نفر گفته باشه 2 نفر کی گفته؟ هر کی نشسته باشه نه مد شده تو این یه هفته و 10 روز واقعا رو مخ ما. داداش من اصلا قهوه خونه نمیرم، کی گفته ما اینا؟ گفتیم 1 2 تا شاید بدخواه باشه، شاید فقط آقا جدایی تا حرف بندازه. خصوصی که بین خودمون بوده رو گفتن، یعنی چیزایی که مردم نباید میدونسته در مورد. داداش خب اسمشو بگو، اسمش کیه؟ من بچه‌های خودم، یکیش آقا حسینی. مهدی حسینی خودمون؟ بله. آره اینا ما که همش با مهدیم، بگو دمیدم اینا داش مهدی سلام. داداش خوبی؟ فدات شم، دور سرت بگردم. آقا مهدی چند روز پیش راجع به یه مسئله صحبت میگه، گفتی کی پشت سر من میشینه همه جا حرف میزنه؟ مسعود؟ کدوم مسعود؟ چا؟ رقوامی با چی میگفت پشتم داداش؟ چه میدونم به درد نخوره، پوچه، نمیدونم تو خالیه. آخرش هم برگشت گفتش که دستش کجه. دست من کجه؟ آره آقا این مدلی میگفت. نه یه داشت باهات صحبت میکنم، بهت زنگ میزنم. خدا بده من باشه صحبت خدا کنم. من نوکرم. خدا بابا این داره چرت و پرت میگه، بابا این دنبال چی میگرده؟ اصلا این تو مرتضی من این اخلاقا دارم؟ آقا دیگه مهدی حسینی هم که 20 شاری با هم دیگه، یعنی بابا من هر رو با مهدی هم دیگه. اون میخواد دروغ بگه. علی تو یه چیز بگو. چی بگم داداش؟ مهدی حالا حسینی ما اومدیم تو دیگه با ما حلش بودی که مهدی حسینی چی داره میگه؟ آقا با شما بودم، با با حامدم تو بودم، کنار ما ولی بودی دیگه پشترش مهدی. دیگه من که حرف بد نمیزنم که داشیمون نور نمک خوردیم با مشتی. بیا نه مهدی حسینی با هم نبودیم، تو ماشین نبودی. من چه میدونم چی از بیا. دهن شما در الان میاد. زنگ تو که میزنم. تو ماشین بودی. دروغ میگه. الان زنگ میزنم به یکی دیگه. کی؟ یکی دیگه. خدا اونم باز بگو من زنگ بزنم. کی بوده؟ بگو نه من الان زنگ. من همین الان زنگ میزنم، اسم بزن، حرف بزن. نمیزنم خودش. 1 نفر دروغ میگه، 2 نفر دروغ. مرتضی تو دیگه وارد نگو این حرفا رو بابا، دنده نداره که اینجا. نه اینا همه رفیق مشترک های خودمونه آقا مسعود، همشون هممون یه جا نشستیم. بذار من زنگ بدم سید متری رو. نه یه دقیقه صبر کن، حالا بذار. زنگ میزنه. نه اونجوری الان ما نه. بده میشیم آقا آره مسعود. یه دقیقه اجازه دیگه بده. بگو بیاد اینجا یا ما میریم اونجا، نه. مشکل نره که. چرت و پرت میگه این مهدی حسینیه. الو این مرتضی داداش بوده. سلام، خوبی؟ سلام حامد جان، خوبی شما؟ نوکرم فدات جان. مرتضی یه چند روز پیش داشتی میگفتی پشت سرم کی حرف میزنه؟ چی رو داشت؟ پشت سرم میگفتی کی نشسته حرف میزنه؟ آقا بود میگفتم میگی؟ مسعود رو میگی؟ کدوم مسعود داداش؟ اقوامی چی میگفت داداش راجع به من؟ گفتم این چه روز دیگه. کدوم مرتضی؟
چی؟ مرتضی هول یک مدت با هم نشستیم هر سه اومد پشت سرت بعد میگم با هم تلاش ده نمیدونم واسه من با مرتضی نشستم گوشی بده من الو باشه. خب داداش من مرتضی 2 ماه ندیدمش داداش باش چیز هماهنگ میشیم داداش نه دمت بده گرم. تا شب من حرف بزن با چون چی؟ نمیدونم برگشته میگه نمیدونم ممکن هر جا میگیم بیزونه ما فلان دستگیری نمیشه نمیدونم بابا من مرتضی رو 3 ماه ندیدم چی داره میگه داداش مرتضی دمت گرم داداش با هم بده هماهنگ من یه میشیم باش حرف با بزنم. هم هماهنگ میشیم داداش یه دقیقه شو نوکردم خلاص بابا مرتضی نداره من 3 ماه ندیدم نه چی اینش داره جالب میگه بود که جفتشون یه جمله رو گفتن. تو چی داری دنده داری می تو آقا صحبت دنده نیست. آقا نیست خوردیم با هم که شما من نمیشناسی و یه روز 2 روز ما با همه آمد شما حرف بزن آقا بس ما چیزی نیستش که ما دیدیم دیگه بچه‌ها شما دیگه با بزرگی تو خود دیدی که باز باید به سر شما بیا الان به مورد ما پشت دشمنمون هم حرف نمیزنیم چه بسید دهاشون باشه من نوکردم الو داداش سلام نوکردم خوبی؟ داداش اون روز میگفتی رفتی قهوه خونه کی اونجا پشت سرم حرف میزد؟ چی شده؟ بگو خب کار دارم با من اصلا قهوه خونه نمیرم میگم کی پشت من داشت حرف میزد؟ مسعود قوامی چی میگفت داداش؟ من اصلا قهوه خونه چی میگه اینا زشت آمد بابا حالا بگو داداش چی میگم میخوام تکلیف خودم مشخص میشه بگی؟ بابا پلشت عشقشو داره اسمونت ما اینجور شد که مثلا آقا داداش آقا رسول یه رفه داداش من کدوم قهوه خونه من با تو صحبت کردم آقا خدا داداش با دمایی میشه اشکال آقا داشت نداره من بذارم میدم بگم نه یه سه چیز جزنه شما دارم، من مثلا- اصلا ولش کن داداش ولی خب مینی آقا مسعود من همیشه عشق اینو داشتم که رفیقای مثل شما دارم ولی خب این خوب قشنگ نیست من هر جا نشستم گفتم داشت حامد داشت متی به من لاش داشتن چی داری میگه بگم تو یه حرفی بزن بگم کدومشون دروغ میگن آخر الان جلو یعنی تو داری تایید میکنی حرف اینا رو من نمیدونم چیزی که دارم میبینم و دارم میگم چی؟ الان به 3 نفر زنگ زد ترس به 10 نفر دیگه یه هم جمله زنگ رو بزنی گفتم. همشه. یه مرتضی حساب- خفه شو بابا جو نده اینجا تو چی گفتی بازی بگو شما به الان آقا حامد به 3 نفر زنگ زد خب. هر سه تاشون همین یه جمله رو گفتن خب تو با من بودی من پشت حامد حرف زدم با تو هم حرف بزن دیگه بابا نکن دیگه حامد مهدی تو با جمع کن خودت مسعود جون آدم بابا دعوا نکن دعوا برو نکن برم. مسعود حرمت خودتو نگه دار بابا نه یه دقیقه صبر کن داداش برای کی داری دست با می‌زنی؟ جمع کن خودت برای کی دارم یه برات می‌کنم بشین بابا داداش راجع به من حرف زدی من دیگه. پشت داشت حامد جلو تو حرف زدم نزدم داداش چرا یادشو زیاد میکنی تو ببن آقا مسعود داداش اشکال نداره پشت من حرف زده هم بهش میرسه همه چی رو تو کلیپ میلیپ داری میری من حرف رفاقت الان من نوکردم داداش بشین بابا بشین. مرتضی تو چی میگی تو آقا من چی بگم وقتی حرف خب شنید جلوی تو من حرف زدم پشت داشت همه این همه آدم دارم میگه اصلا ما یه آقا پاشید خانواده بریم داریم پیش حلش مترسنی میکنیم من مثلا پیش مترسنی بعد حرف برای زدم پاشید امروز و بریم فردا نیست که ما اینو 2 نه، ماه تو اشکال. دلمون ولی- نگه بابا داشتیم. گل تو بخور تو احمد لنگه علی معلمی ها بابا مسعود درست من به صحبت احترام کن. حامد به مسعود. شما آره، دو ساکت با شما باشی. میشنم پا شما چی میگی مسعود تو لوکیشن ما به قرآن حرمت تو دارم این حرفو نزن بابا نگو بابا چی میگی علی زشته بابا، حرمت منم معاشی چه میام کاری آقا میخوری هم- مثلا آقا ها بابا الله فکر اینجا کلاس داری واسه من حاضر غایب میکنی اینجا الله اکبر شما چه رفیقایی سر یه هستید به سفره قرآن؟ میشینی بیای بدگویی کنی آخه تو دیدی من بدگوی حامد تبریزی آقا کنم شنیدی آقا دیگه. حتما بوده که دارن میگن گوه نخور دیگه ده مفرد زنی چی بگم من بهش گفته پشتم چی میگی وجود داری ببینیم جمع چی میخوای بگی تو پشتم پاشو دیگه ولش کن بابا ولش کن واقعا زشت از شما باید آقا مسعود حامد تو دیگه طرف اینا رو گوش آقا نکن آقا مسعود یه بار 2 بار 3 بار گفتی شم نون و نمک خوردیم سر یه سفره نشستیم هممون دستمون توی یه کاسه است چرا باید بدگویی کنی آخه خب من ده کجا بار گفتم بدگویی من گفت کردم آقا. تو قهوه خونه بودی من ده دست بار. قهوه خونه نمیرم من بابا گفته ده بار پشتم حرف کجا زده. چی گفتم من پاشو ببینم من نه، اه. نه، پاشو ببینم پاشو ببینم میگم آقا شو بیا حامد بکن گاه میخوره دیگه حامد با ول کن بابا من باید 6 ماه باشدم به همین داری ادعا چیه خوش اومده شال منو بردار مرتضی واسه تو دارم چی میخندی؟ ها به خدا دور من با تو شوخی دارم
تاج سر ما من نوکرم تاج آ شما میدید من تعصب آقا تعصب کشیدم چون میدونستی این شوخی با شما کرده آقا من 6 ماه اومدم سر بزنم چه شوخی با ما من نوکرم بیا بشین داداش بخدا خاک باد داداش خاک شالگردن منش گفتی شالتو بیا بابا بازم یه شوخی میکنه نه بابا جدی اونجا بود پرت کرد خب اونم حالا ببخشید بخدا حلال کن شاید بفرمایید بازم عذرخواهی میکنم از آقا مسعود نازنین، ما رو ببخشه حلال کنه. جز ادب و شخصیت و بزرگی از این شخص ما چیزی ندیدیم. واقعا برخلاف تصور همه است که آقا مسعود بخواد پشت سر کسی حرف بزنه. خواستیم یه شوخی بکنیم که آزرده خاطر کردیم. آقا مسعود ببخشید حلال میگه واسطه دارم به خدا شوخی واسطه ببخشید. خودش میگی بابا پشت ما حرف زده ولی جلو من گفتی گفت نخور جلو خودم به خودم گفتی ولی تو داری میگی من پشت من آقا ما رو حرف میزنم آقا ما همه جا هر جا نشستیم مدیون این دو تا برادر من خاک پاتم، من نوکرم. مولا ما بزرگی ما شما. باشه دشمنامون هم حرف نمیزنیم وای والا که داداشام من نوکرم فدای من دیگه این معرفتت شوخی نکن آقای علی معلم عشق من خیلی به مخلصم. لوکیشن ما هم اومد یه غلطه حواس من جمع خیلی مخلصم. گرفت به ساعت آقا بزرگی ما از ما. همینجا همه جا اعلام که آقا برادر پاله شد بغلش. آقا حامد داداش نوکرم. بزرگ ما خاک همه جوره پات. ما افتخار من نوکرم. من نوکرم بزرگ منی خاک پاتم. آقا مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. خیلی مخلصم یا علی مرسی.